چیپ ویلسون بنیانگذار برند لولولمن هست که هممون یا ازش خرید کردیم یا یک بار اسمش رو شنیدیم. ارزش برند لولولمن 1.7 بیلیون دلاره. چیپ ویلسون اخیراً مصاحبه‌ای داشته که چند سوال و جواب جالبش رو اینجا با هم بررسی می‌کنیم. یکی از سوالاتی که ازش پرسیدن این بوده که چجوری این وفاداری رو در مشتری‌ها به وجود آوردین. در پاسخ میگن من با 2 اصل این کارو کردم. اولا که با این ذهنیت شروع کردم که به دیگران کمک کن بدون اینکه توقعی ازشون داشته باشی. 2. با کسایی کار کردم که شبیه من بودن. بیشتر بیزنس ها دنبال این هستن که به کارکنانشون حقوق کمتری بدن، مخصوصا خانم ها. اما در بیزنس مدل لولولمن سعی کردیم روی زنان تحصیل کرده و حرفه‌ای تمرکز کنیم که این یک بیزنس مدل جدید بود